دینا وایت پرزیدنت UFC از اینکه با وجود هوای سرد زمستان و در نیم شب هزاران مخلص در یک ورزشگاه پایتخت تاجیکستان به خاطر مخلصی از هموطن خود نورالله علیف در نخستین نبردش در این معتبرترین لیگ جهانی ورزش جنگ‌های بدون قاعده یا MMA گرد هم اومدند به وجد آمده از مخلصان تاجیک گرمستایش کرده است. انا چنین شماره زیاد مردم از تاجیکستان به ورزشگاه آمده است برای تماشای نخستین نبرد نورالله علیف طول شکست ناپذیر در UFC. این در حقیقت زور است. نوشته است اوی در اینستاگرام در زیر ویدیوی کوتاه از ورزشگاه دوشنبه که آنجا ازدحام بزرگ مخلصان به است نام نورالله علیف را شعار می‌زدند. شب 25 به 26 فوریه سال 2023 برخلاف لیمیت جاری شده در بسیاری از مناطق تاجیکستان نیروی برق دادند. بنا به اطلاع دریافتی سبب تصمیم مقامات برای یک شب برداشتن لیمیت به مردم فراهم آوردن امکان تماشای نخستین نبرد پهلوان 23 ساله تاجیک نورالله علیف در UFC معتبرترین لیگ جهانی ورزش جنگ‌های بدون قاعده یا MMA بوده است. همین طور با وجود هوای سرد زمستان ساعت 2 شب چندین هزار نفر برای مخلصی از این هموطن خود در ورزشگاه مرکزی دوشنبه جمع آمدند و معرکه مخلصان را در اینجا چون همیشه مخلصان اعظم اشده ورزش تاجیک از گروه عربشاه گرم می‌کردند و نورالله علیف که او را برای شباهت قیافه‌اش به پهلوان مشهور داغستانی دوگانی که حبیب نیز می‌نامند این میلیون‌ها دیده با امید و اخلاص به سویش دوخته شده از تاجیکستان را ناامید نکرد. شب 25 و 26 فوریه در مسابقات UFC وگاس 70 در وزن سبک در شهر لاس وگاس ایالات نیوادا آمریکا با قرار یکدلانه داوران با نتیجه 9-0 در رقابت با رافائل آلویس 32 ساله از برزیل پیروزی به پهلوان تاجیک داده شد و اون هم با وجود اون که در دور اول رقابت آلویس به داوران شکایت کرد که گویا نورالله علیف انگشت او را گزیده است و داوران یک امتیاز نورالله را از او گرفتند. در نشست خبریش بعد انجام نبرد نورالله گفت انگشت آلویس را نگزیده بود ولی آلویس از فشار این عقاب کوهی به تنگ آمده مخصوص انگشتش را به دهان من انداخت و من میخواستم انگشتان در دهانم انداخته شده را توف کنم. یک انگشت زیر دندانم ماند. نورالله علیف بلافاصله بعد انجام نبرد وقتی هنوز در میدان بود گفت از آن سوی اقیانوس پشتیبانی و حمایت و مخلصان 10 میلیون ساکنان تاجیکستان را احساس میکرد و همین پشتیبانی و حمایت آنها نیروی تازه به تازهش میبخشید. نورالله گفت بعد پیروزیش اولین شده به پدر و مادرش زنگ میزند. او نقل کرد که 2 روز قبل از نبرد برای کم کردن وزنش از پرهیز شدید کار گرفته بود و مادرش هم 10 روز خوراک نخورده بود. من چه خیلی چیزی بخورم که بچه‌ای که من آنجا گشنه است. نقل کرد نورالله سخنان مادرش. او همچنین نقل کرد که مادرش یگان بار نبرد او را تماشا نمی کند و دارو خورده خواب می رود. بعد اینکه نبرد تمام شد او را بیدار می کنند و خبر می دهند که خیز نورالله برد. نقل کرد ورزشگر تاجیک. پهلوان تاجیک گفت او را همچنین یک وعده پدرش رو بلند و به پیروزی تحریک داده است. او در نشست خبریش گفت پدرم به من گفت اگر غلبه کنی بیا امسال زنت می دیم. من غلبه کردم و حالا به پدرم زنگ زده می گویم شما هم وعدتون رو اجرا کنید. اکنون من زنگیری می آیم. علیف نورالله خیراللهویچ سال 2000 در ناحیه ونج ولایت مختار کوهستان بدخشان به دنیا آمده در دوشنبه به وای رسیده است. نورالله از سال 2018 در مسابقات MMA میدانداری می کند و پهلوانی است که تا حال پشتش زمین را ندیده است.